توبه حتما چارج موبایل علی خلاص شده، از دگه کس زنگ زده. بله علی تو هستی؟ علی نیست جانه. تو؟ بله ماستم. شوهرت. نه امکان نداره، امکان نداره. کی هستی؟ کسی که پیام روان کرده بودم تو بودی؟ نه کی هستی؟ قصد داری چی کنی ها؟ سفدا زندگیم خانم عزیزم، شوهرت هستم. اویگار سارکایا. نه دروغ میگی. یکی که ما چی قسم بازی میکنی نمیفهمم، اما اویگار پس قسم که لیاقتش داشت از بین رفت و مرد. هوش کنی دیگه به ما زنگ نزنی. هوش کنی. از خوشی زیاد شوکه شد. باور نکرد. حیران مانده بود، اما باور خواد کرد. وقتی که مرا در مقابل چشمایش جور و تیار ببینه، او وقت باور خواد کرد. نه اون نیست. کابوس میبینم. این حقیقت نیست. کابوس است. خدای عقلم هست. اسمتون کمکم کو. اویگار خمرده. نه کی امرای بازی میکنه؟ حتما کدام بازیست؟ او آدم پست از بین رفته. سفدا؟ نه که خدا داده کدام چیزی شده جان مادر؟ نه خدا داد زنده است. خدا را شکر زنده است. آی دو صورت تو را چی شده؟ چرا این قسم شدی؟ فقط کم جگر خون شدم. اوه جان مادر، دخترک مقبوله. خدا داد. بیادرم، هر کسی که ای کارت ده حقت کده بزودی با جایی که میره اونجا قبرش خود بود. برات وعده میدم. علی شفا باشه. این کار ودت است؟ نه ودت نبود. خب بودم افعل آمده بود که سرم فیر کنه، اما فرصت پیدا نکرد. وقتی که فیر شد دقیقاً در مقابلم استاد بود. یعنی اون نبود. اگه ودتی کار نکده پس کی جرأت کرده که کار کنه علی؟ نمیفهمم، اما پیدایش میکنم. علی اجازه بده، میخوایم برات کمک کنم. هر کسی کار کرده با هم پیدایش میکنیم. میفهمم سرما قار استی. ای که چرا موضوع بیادر تپات کردیم برات توضیح میتم. گفتی ودت فرصت پیدا نکرد. اگه می بود چی میشد؟ دقیقاً ما از این خاطر کوشش میکنم از تو حفاظت کنم. او موضوع هنوز بسته نشد آقا کرد. زیاد سوالات از ذهنم است. زیاد. اما حالا وقتش نیست. باز وقتش که رسید دیباره گپ میزنیم. استاد علی؟ ایزگی؟
راستش من اینجا آمدم، یعنی از اینکه خدا داده ایجاز نتانستم در خانه باشم، خواستم در پیشش باشم. فهمیدم. خوب که دیزگی. ببین بیازم ما از اینجا دیگه میریم. تو هم اینجا پیش خدا داد می باشی، درست است؟ هیچ رده پایی نیست. نه در جای حادثه، نه هم در کامرای مخفی. هر کسی کار کده با همه جزیاتش میفهمید علی واضح است که اما از استخبارات آقا کرد، از استخبارات تو فقط همی پد کردن گذشته ما کفایت میکنه. علی بیبی برات وعده میتم هر کسی کار کده حتما پیدایش میکنم. پیلوت بگو چشما بیمه. ویدت چی شده؟ ودت هست دیگه جانم. کلان آدم مطمئن هستی؟ چرا بخیلی کنه جانم؟ تو به سن و سال او نبین. ودت مثل طفل است، ساده است، مهربان است. حالی ازی که بیادر ما پیدا کردیم فکر میکنه دیگه در دل ما جای نداره. اما تو یک چیز نیست. ودت بیادرم است. بعد از این ما 3 نفر هستیم، میفهمی؟ ما، علی بیادرم، ودت. سیس فقط مربوط من نشه خلاص. مربوط تو نمیشه چشما بیمه. تو تشویش نکن. من میفهمم چه قسم دلو رو به دست بیارم. درست است. من دیگه میرم. پیش از من باید برم. خداحافظ. میبینیم. ودت. بیادرم. وقتش رسیده کمرایت گپ بزنم. حداقل زنگ مرا خود جواب بده. جان بچه آبا چی گپاس بیشینیم؟ خدا داد پدر کجاست و چرا نامد پدر جان؟ او هنوز در شفاخانه است بچیم، اما خوب میشه. تو تشویش نکن، درست است؟ علی میشه بیایی که چند دقیقه گپ بزنیم؟ حالا تو برو دیگه ساتیری کو. این حادثه چه قسم رخ داد علی؟ کی کده؟ کاری کی بوده میتونه؟ نمیفهمم. نمیفهمی؟ چرا این قسم طرف من میبینی؟ نمیفهمم دیگه. اگه میفهمیدم حال اینجا میبودم. ها راست میگی. اگه میفهمیدی اینجا نمیبودی. به خاطر حساب پرسان کردن خدا در خطر نمنداختی. میفهمم. تو از من توقع داری چی کنم؟ با وجودی که یک نفر در محفل سنتی بچیم فیر کرده و یک تهدید است، توقع داری دست زیر لاشه بشینم؟ علی
میخوایم هم ما را هم خودت از این خطر با کلی دور نگاه کنی. خواهش میکنم از اینجا بریم لطفاً. این منطقه را، این خانه را، همگی را همینجا الا کده بریم. چی میشه؟ لطفاً همراه بچه ما یک جای یک زندگی نو بسازیم. عزلم، تو درباره چی گپ میزنی؟ رفتن چی؟ زندگی ما همینجاست. زندگی تو؟ سیفدا هست نه؟ او را الا کده نمیتونی. تو چرا مرا درک نمی کنی؟ نه کاملا برعکس خوب درکت میکنم. بعد از مردن سلیمان ای که تو را الا کده رفتم مرا بخشیده نمیتونی. بخشیده نتونستی، اما ببین امروز دوباره امکان داشت عینی چیز تجربه کنیم. مرمیی که در جان خدا داد خورد امکان داشت در جان علی جان بخوره. اما نه، مشکل تو گرفتن و بردن علی جان از اینجا نیست. مشکل تو سیفدا است. با وجوده که دوباره پیشت آمدیم اما بازم مرا بخشیده نمیتونی. گفتی پیش ما پس آمدی؟ تو اگه مجبور نمی شدی اینجا می آمدی عزلم؟ نزدیک که مرا با در دولت اینجا علاقه در رفتی یک طرف. تو در مدت ای 5 سال بچه ما از ما پد کدی. اگه مجبور نمی شدی حتی خبرم نمی شدم که ما یک بچه دگام دارم عزلم. ما چی کنم پدرها؟ چی کنم؟ اتا قاتل تا پیدا کردم. میگفتم خونه تا در زمین نمیمانم، اما دست و پایم بسته شد پدر. در پشت آدمی که سالها میگشتم. پدر پیلوت برآمد که سالها پشتش میگشت. این چه قسم تقدیر است؟ از یک طرف کسی است که بچه‌ت میگفتیش، در بین ما فرق نموندی. کسی که حتی یک روزم برش یه حسه ندادی که پدرم درش هستی بیادرم پیلوت هست. از دیگر طرف بیادر اصلی پیلوت است پدر. قاتل تو علی هورغلو هست. اونا بیادر هستن پدر. از یک خون، از یک رگ. فقط ما تنها موندیم. فقط ما بیچاره موندیم پدر. ما حالا چی کنم پدر؟ کسی را که پیلوت بیادر میگه اثر او آدمه که خدا در پیشوری پیلوت مندازه تا در جان عمر می نخورم. هم میتونم که فکر کنم یا که نپای تو را به مر می بزنم و همیشه در مقابل او سرخم زندگی کنم پدر. ما چی کنم پدر؟ چی کنم؟ بیا بچیم در بغلم، بیا. آفرین. آی پدر جان، تو میفهمی من یک تا کاکای دیگم دارم. راست میگی؟ کاکا پیلوتم گفت ودتم کاکایت میشه، اما هیچ مرا خوش نداره پدر. گفت های پیلوت بلیاز خدا، یک دقیقه صبر. کاکای چی بیادر زاده چی؟ تو او را در کجا دیدی؟ همین در پیش روی خانه. سیس وقتی که
وقتی که ما دیدم ازش پرسان میکنم که چرا تو گفته، درست است؟ حالا تو برو ساتیری کو. یعنی که این تا خانه محمدی اومدد. این تا نزدیک بچه محمدی بودد ها؟ وقتش رسیده کم رایت مقابل شوم. وداد چی شده؟ باشیم تو چی میخوایی؟ خونه بیادرم هم میخوایم. ببین پیلوت، پدرای ما دوست بودن. بیاز و پدرت ده حق پدرم کاره احمقانه کرد. شما طرف پدرتان نرین. احمق. خونه بیادرت میخوایی با بیغیرتی بگیریم و ترس. کسی که از خانواده شما توقع مردانگی را داشته باشه اشتباه میکنه. از بیادرم چی میخواستی لوده؟ ها؟ پدرم دوزد ما مسلحه را کشیدم فیر کردم احمق. پس ایتر است. در صورتی که پدرت قدر دوست داری، پس مام تو را پیش پدرت روان میکنم. حال آخرین دعایت بخوان. برین ببینین کی است. سلایتا پوین کو. تو دیگه کی هستی؟ شناختمت. علی هرغلو هستی. وقتی که میفهمی ما کی هستم دو صورت ایران میفهمی که ما چی کده میتونم حالا سلایتا پوین کن. ای آدم بیادرم از بین برده. دو صورت برو پیش پلیس بگو. حال از این جرنگت گم کن. وداد شکر بکش که علی هرغلو آمد. ای آدم نجات داد. اما ما خونه ما را در زمین نمیمانیم. ما و شما باز خواد دیدیم. هر وقت که خواسته باشی. اما مردواره بدون بیغیرتی. درست است بچه؟ درست است. اینا کی هستن وداد؟ هر کسی که هستن با تو چی؟ پرسانشان میکدی. تو چرا با ما کمک میکنی؟ حالا زود چو جواباتی چرا برام کمک میکنی؟ ایرا بگو برام. همراه تو حساب دارم هرغلو. میفهمم وداد.
با هم تصفیه حساب میکنیم، اما این حساب فقط در بین ما و تو می باشه. در دنیا حساب نیست که نداده باشم، خدا را شکر. اما بین خود ما وقتش که رسید شروع میکنیم. زیاد منتظر نمیمونم. منتظر نمیمونی؟ ای ودت، ای ودت، هر چیز در بین ما و تو یک مشکل خلق میکنه. وقتی من عاشق شدم 1000 رقم مکتو ناز کردی سرم، بیادر ما پیدا کردم، از بخیلی گم شدی. من خود تو ریج نشناختم، بچیم کت تو چی کنم؟ ودت؟ ما و پیلوت پشت قاتل پدر ما گشتیم چندین سال. نگو که تو بودی. در چشمای ما دیده خجالت نکشیدی ها؟ در بیخ گوش ما بودی بچه. ببین ودت، من نمیفهمیدم که تو بچه ارنیکو هستی. چوب باش. نام پدر ما در زبان کسی فتنگی هرغلو. بیادر؟ حالی از خاطر که بیادرش هستی شاید پیلوت تو را ببخشه، اما من هیچ وقت هم نمی بخشم. قسم مام نمیشکنم. ودت؟ ببین ودت، حساب ما را بعداً تصفیه میکنیم، فقط در بین خود ما. اون نباید خبر شوه. در بین خود ما باشه، فقط در بین خود ما. ودت بچه، اینجا چی گپ هست ها؟ بیادر طاهر آمده بود با گرفتن انتقام بیادرش. چی وقت بچم؟ کجا هستن؟ رفتن. بیادر تو ده اینجا چی میکنی؟ ما با دیدن تو آمده بودم، دیدم که ودت هم محاصره کردن. تو هم بیادر من نجات دادی، همون طور است بچه. میفهمی خداوند بیادر ما را به ما روان کرده ودت، خداوند روان کرده. یادتان است من براتان گفته بودم، من براتان نگفته بودم که اگه ما 3 نفرم دست شویم هیچ کسی همراه ما کاری کرده نمیتونه. بعد از این ما 3 بیادر هستیم و درباره این 3 بیادر هر کس بشنوه و بفهمه هیچ کس در مقابل ما آمده نمیتونه. باز کجا میری های کل خراب؟ آی بیادر تو بدل نگی، از اینکه محاصره شده و تو نجاتش دادی کمی غرورش زیر پای شده. تو کارای او رو بدل نگی، او همونطور است. کلان معلوم میشه اما مثل یک طفل رویت داره، همونطور است. وقتی بشناسیش باز تو هم خواد فهمیدی. حالا بیا یگان چیزی بخوریم بریم. نه من کم کار دارم، حالا میرم. تو پیشتر نگفتی که پیش ما آمده بودی بیادر؟ 3 دیگه با دیدن تو آمده بودم، اینه دیدمت. تا ندیدی نتونستی بری، همونطور است بیادر. میفهمی ما همونطور شدیم. من میخوایم همیشه در پیش چشمایم باشی، والا قسم میخورم به خاطر حسرت روزایی که ندیدیمت. ای مام نمیتونم تحمل کنم بیادر، میخوایم در بغل بگیرمت. آی صبر کن، میخوای گریان مرام بکشی؟ بعضا میگم که من یک بار خو نباشم در خو نبینم که امروی بیادرم به هم رسیدیم. بعدش وقتی تو رو بغل میکنم او وقت باز میفهمم که خو نیست. وقتی بغلت میکنم ناخودآگاه احساساتی شده قلبم راحت میشه. حالا ما دیگه میرم، بعدن باز میبینیم بیادرم. به امیدی دیدار. ای ودت لوده ودت.
ودت سر چی گپ است؟ ده اصل سر تو چی گپ است؟ ها؟ ده اصل سر تو چی گپ است؟ یک دفعه گم میشی، بعد از 10 روز پیدا میشی، باز پس که آمدی کلی چیزا میزنی، گد ود میکنی. گپ بزن نه؟ بچیم گپ بزن، چی گپ است؟ چرا ناز میکنی؟ های من چرا بیادر من نمیشناسم؟ بچیم یک طفل خورد تو را کاکا میگه، دستت ماج میکنه. تو دیگه چی میخوایی؟ گپ بزن نه؟ های مثل بوت وارد پیش روی مستاد نشو. گپ بزن، کلمه را خراب نکن. بیادر نه که من بیادرت نیستم. وقتی مشکل می داشته باشی چرا برای من نمیگی بدت؟ ها؟ چرا؟ آی پیلوت، گپ بزن بچه. ها؟ نامه تو چپ چپ سایل میکنی و پشت تا دور داده میری. گپ بزن بچه. مگه تو گپ دل تنگویی، درد دل تنگویی؟ من خود جادوگر نیستم که بفهمم. بشنو بچه، بیادر ما پیدا کردیم که سالا پشتش میگشتم. تو به جایی که ده خوشی ما شریک شوی سرمای قسم آسره کده میری. هر دوی تان بیادرای ما هستین. بیادرایم هر دوی تان. گوشت هیچ وقت از نخون جدایی نداره بدت. به خاطر که بیادر ما پیدا کردیم کتم گپ نمیزنی. پدر ما ارنیکو به ما ایره یاد داده بود که در بین اندر و اصلی فرق نمانیم بچه. به ما اندر و اصلی فرق نداره. نه از تو منصرف شده میتونم، نه هم از علی منصرف میشم. فهمیدی؟ ایره دایی مغز پوچت جای بته و ایره باید قبول بکنی. دیگه به خود بیا کمی بچم. چی گپ هست سرت؟ ربطی نداره پیلوت. چطور ربطی نداره بچم؟ ها؟ چطور؟ البته ده او صورت خیلی به خاطر دویگوی هست. ها؟ ما با دویگو وعده داده کارهای خلاف اعلا کردیم. از همی خاطر است نه؟ من حال گپ دلت فهمیدم، حال درکت کردم بچیم. خوب خیر ببینی. هیچ چیز نفهمیدی پیلوت. هیچ چیز بیادر. یک دفعه میره و یک دفعه دیگه هم استاد میشه. چیزی که مهم است در وقت استاد شدن سرش حمله کنیم. کلا جای میپالن اویگار. او کدام چیز پیدا کنه چی؟ هر چقدر که میخواین بان بپالن، هیچ چیز پیدا کردن نمیتونن. کارای نیمه ما را ودت خلاص میکنه. ما به زودی به سیفدای میرسم سارب. مقابل شدنت با سیفدارای درست نیست اویگار برات بد میشه. رایی که به سیفدا نرسه اگر درستان باشه چی فایده داره سارب؟ ما هر کاری که کردیم به خاطر سیفدا کردیم. تو حال ای گپا را بان او ودت تعقیب کو بچه. حال به ودت تا صبح وقت میتیم. علی هروغلو را اگر تا صبح کشت خوب، اگر نکشت ما یک رای دیگه پیدا میکنم. سیفداره پیشو آدم احمق نمیمانم. حالا دیگه میگه او خود که مایی بگی یام تفرقه پرتو و سر مردم حکومت که. راست نمیگم سارب؟
از کجا پیدا کنیم او به شرفا کی بوده؟ در صورتی که از خود اجرت پای نمانده. در او صورت به این معناست که از طایفه دشمنای ما نیست. حتی سریعترین قاتلای خونی هم یک اشتباه میکنن سلیمان. ما مشتبه را پیدا میکنم. حالا که ما وضو دارم میرم نماز میخوانم. سیس بیادر، ما هم دم اینجا هم قسم میگردم. سیس. تو یاد داری که چه قسم وضو گرفته میشه؟ یاد دارم. نشان بده ببینم چه قسم وضو میگیری. ببینم صحیح وضو میگیری یا نه. اول دستای ما را میشویی. بعد از او باز 3 دفعه دان ما را میشوییم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. خداوند قبول کنه بیادر. خیر ببینی بیادر. قبول حق باشه. بیادر، راستش من حال زیاد دعا کردم به خاطر خدا داد. یعنی دعای من قبول میشه انشالله. این دیگه چی مانا میته سلیمان؟ البته که قبول میشه. مهمی است که دعا از صمیم قلب باشه. در دنیا بجز از دعا دیگه چی داریم که ما را با پروردگار ما نزدیک میسازه؟ اگر دعا نمی داشتیم پس خداوند به خاطر ارزش دادن به ما چرا قرآن کریم نازل کرد؟ دعا به معنای همیشه خوبی کردن است. او هم با وسیع ترین مفهومش. به انسانا، به حیوانا، به کل زنده جانا، حتی به معنای کمک کردن به یک پشه است. بالاخره دعا کردن خوب بودن انسان نشان میده. همیشه باید دعا کنیم سلیمان. خدایا چی میشه خدا داده چیزی نشه. تو را دوباره به ما ببخش. آمین. الهش کنین. بگی ای بیچاره از دست پای ماندن. ما تو بریم پیش دریا رقص کنیم. ببینیم خدا داد. بیا که ببینیم. حالا دیگه بخیز خدا داد. هر دی ما یک جای بریم ما جای دریا را ببینیم. یک باری چشمای مقبول تواز کن.
وعده میتم دیگه هیچ وقت دست اعلان نمیکنم. حتما محمود تو احساس کردم. خدا داد صدای مرا مشنوی؟ دکتر صاحب پرستار کسه است؟ دکتر صاحب چی شده؟ گراف قلب خدا داد تغییر کرده، دست من فشار داد دکتر صاحب. در وضعیتش هیچ کدام تغییراتی نامده؟ چطور یعنی کدام تغییرات نامده؟ دست من فشار داد، با چشمای خود دیدم دکتر صاحب. در یک قسم وضعیت آمدن تغییرات در گراف کاملا عادی است. بازم باید منتظر باشیم. نه نبود هیچ تغییرات عادی مادی نبود. من میفهمم صدای مرا مشنوی خدا داد. به خاطر که مرا دوست داری کار کردی نه؟ به خاطر که دست تا گرفتم تا وقتی که تو چشمای تواز میکنی من در پیشت میباشم خدا داد. چه میشه به خاطر من تحمل کن. سیفدا به خاطر خدا داد ختم قرآن گرفتن من اونجا میرم. خداوند قبول کنه مادر جان. تو نمیخوایی امراین بری؟ نه ما دائما در خانه میخوانم. سیفدا بیبی شاید دکترها به خاطر وضعیت خدا داد چیز خوب نگفته باشن، اما از خداوند نباید ناامید شویم. امیدوار باش، درست است دخترم؟ شما تشویش نکنین. حالا دیگه دختر مقبولم باز خواد دیدیم. چی گپ هست؟ خانم عزیزم تو کی هستی؟ از من چی میخوایی؟ از تو فقط خودت میخوایم سیفدا. چند دفعه برات بگویم ما در دنیا بجز از تو دیگه هیچ چیز نمیخوایم. تو یعنی تو نمردی؟ اما ما از شنیدن این سوال بسیار خسته شدیم سیفدا. هنه تو مردی، تو از بین رفتی، مردی. فهمیده شد. تا وقتی که تو با چشمای خود نبینی باور نمیکنی سیفدا. پایین بیا، در پایین منتظرت هستم. خدا جزایت بده، خدا لعنتت کنه هر کس که هستی. ما هم تو را دوست دارم جانه. بیا دیگه که منتظرت هستم. خدایا من چی کنم؟ یه حقیقت نداره. اویگار مرده، اویگار مرده. این کابوس است، کلش کابوس است. اگه زنده باشه نه اویگار مرده. همراه ما بازی میکنه. خانم عزیزم دوری ما تحمل کرده نتانستی و پایین آمدی نه؟
آی میفهمم که تو هم بسیار پشتم دق شدی. طرف دست راست دار بخور، طرف دست راست. اما تو مستقیم بیا، پیشی من میرسی عشقم. هنی اویگار مرده. اویگار مرد. خوش آمدی خانم عزیزه. حتی در روز عروسی مام اقدر هیجانی نبودی. نه که وقت مرا از دست دادی باز ارزش مفهمیدی. های جانم، حالا پیش بیا که تو را از اینجا ببرم. نه تو مردی. اویگار مرده. نه مردی. تو مردی. این حقیقت نداره.